سلام، با مجموعه خبری این ساعت از پیک نیوز خوش آمدید. اکنون سرخط خبرها. انفجار محبی در خرسون بر اثر حمله موشکی اوکراین. سخنگوی کرملین: تنها بخش کوچکی از توانایی روسیه در اوکراین استفاده شده است. سناتور روسیه حضور دیپلمات‌های بریتانیایی را در ساختمان نهاد ممنوع کرد. یک مخالف روسی به دلیل محکوم کردن جنگ اوکراین در 7 سال زندان محکوم شد. انتقاد آلمان از روسیه: مسکو علاقه‌ای به گفتگو با گروه 20 را ندارد. تصاویر از خارکیف: مردی درماند و گریان در سوگ همسر. مشروع اخبار: اداره نظامی مدنی منطقه خرسون در شرق اوکراین میگوید در پی حمله موشکی نیروهای کیف بر انبارهای حاوی مواد شیمیایی صدها آپارتمان تخریب شده و تلفات زیادی وجود دارد. با گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری فارس، منابع محلی بامداد سه‌شنبه از حمله موشکی نظامیان اوکراین به منطقه نوواخاکوفکا واقع در استان خرسون خبر داد. اداره نظامی مدنی خرسون اعلام کرد که نیروهای اوکراینی با استفاده از سامانه‌ها و موشک اندازی متحرک ساخت امریکا به این منطقه حمله کردند. کود 4559. با گفته ولادیمیر لوتیف، رئیس اداره نظامی مدنی خرسون، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مسکونی نزدیک این انبارها به شدت آسیب دیده و تلفات جانی گزارش شده است. لوتیف به اسپوتین گفت که حمله اوکراینی‌ها به نوواخاکوفکا منجر به کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد و به معنای واقعی صدها آپارتمان مسکونی را تخریب کرد. و توضیح داد طبق اطلاعات اولیه این موشک‌ها دقیقاً فوق امریکایی و هماراس بودند. آنها آمدانه به مرکز شهر صلح طلب نوواخاکوفکا شلیک کردند. این مقام نظامی همچنین افزود: ما همچنان در حال دریافت مجروحان از منطقه هستیم. آمبولانس ها مستمر در حال کار هستند تا اواسط روز فردا تعداد قربانیان را متوجه می شویم. ده‌ها مجروح، صدها آپارتمان، صدها نفر به معنای واقعی ویران شدند. تشخیص کشته شدگان در چنین آتش‌سوزی‌های بسیار دشوار است. مقامات محلی نوواخاکوفکا نیز میگویند که تعداد دقیق قربانیان حمله اوکراین به شهر باید با فرارسیدن صبح سه‌شنبه بررسی و اعلام شود. پیش از این نیز وقوع انفجار قوی نزدیک شهر آودینکاف، جایی که بزرگترین کارخانه تولید کوک و مواد شیمیایی اوکراین واقع شده بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه گفت تنها بخش کوچکی از توانایی‌های روسیه در عملیات نظامی ویژه در اوکراین استفاده شده است. وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس جمهور روسیه گفت پوتین تنها یادآوری کرد توانایی‌های غیر قابل مقایسه هستند. پتانسیل روسیه آنقدر بزرگ است که فقط بخش کوچکی آن در عملیات نظامی ویژه استفاده شده است. بنابراین اظهارات غرب کاملا پوچ است و فقط بر اندوه مردم اوکراین می‌افزاید. شورای فدراسیون روسیه دیپلمات‌های بریتانیایی از جمله سفیر را از ورود به ساختمان خود منع کرد. سناتور گریگوری کاراسین گفت که این ممنوعیت در پاسخ به تصمیم بریتانیا برای منع ورود دیپلمات‌های روس از پارلمان این کشور است. الکسی گورینوف، یکی از مقامات منتخب شهرداری مسکو، به دلیل محکومیت حمله روسیه به اوکراین به 7 سال زندان محکوم شد. آنالا بربوک، وزیر خارجه آلمان، پس از خروج رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه از نشست بالی از مسکو به دلیل علاقه نداشتن به گفتگو با گروه 20 انتقاد کرد. وی گفت که خروج سرگئی لاروف به وضوح نشان می‌دهد که او علاقه‌ای به همکاری بین‌المللی با تبادلات با سایر شرکا در گروه 20 را ندارند. سرگئی لاروف در حال جلسه را ترک کرد که خانم بربوک از مسکو در مورد جنگ اوکراین انتقاد می‌کرد. دست کم 3 ساکن خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، در گلوله باران این شهر توسط ارتش روسیه در روز پنجشنبه جان باختند. ناتالیا کولسنکی یکی از کشته شدگان بود. در این ویدیو ساختمان‌های مسکونی گلوله باران شده و شوهر او به تصویر کشیده شده است که در مانده و گریان در سوگ همسر خود است و گویی مرگ شریک زندگی خود را باور نمی‌کند. نظامیان اوکراینی اگرچه در مناطق شمالی خارکیف پیشروی را بر ارتش روسیه دشوارتر کردند، اما با پیروزی قابل توجهی هم
در برابر ارتش روس در مناطق پیرامون خارکیف دست نیافتند. این بود اخبار این ساعت. تشکر از توجه شما. روز شما خوش. خدا نگهدار.